حضرت مولوی روم یک قصه دارد در مثنوی. گفت پیر مر طبیب را که من در زهیرم از دماغی خیشتن. یک مسافر میگه یک پیر نزد طبیب میآید، میگه یا طبیب مزم نیست همین دماغمو میتا. اصلا دماغ همین قسمتی پیشی مینه سرم میگن. اگر شخص مینینگی چی دماغمش میتا، اگر گیمری چی مثلا او درد دماغ میشوه. اومد که در زهیرم از دماغی خیشتن. گفت از پیریست آن ضعف دماغ. طبیب گفت که این علامت پیریه، زیق نشه. گفت در چشمم زی ظلمت هست داغ. گفت همه چشمم پرده گرفت، از چی درد داره سوز نمیبینم. گفت از پیریست ای شیخی قدیم. گفت پشتم درد می آید عظیم. گفت هم پرده چشمتم ای حساب پیریه. گفت آخی پشتم درد میکنه ایش چه یگنه بهوده و بهوده میسوزه درد میکنه. گفت از پیریست ای شیخی نیزار. گفت هرچی میخرم نبود گوار. آخه ای سرت ما نگفت همین طعام میخرم نمیفهمم چی خوردم، که مزه داره و طعام نه، بعد هضم نمیکنم، در شکمم زپار میشه و عذاب میته. گفت ضعف معده هم از پیری است. گفت وقتی دم مرا دمگیری است. همه گفت ده اتش ببرم نفس میگیرم، ده قدم میزنم نفس میگیرم، ایچی است ایش تبوبت که. گفت آره انقطاع دم بود، چون رسد پیری 200 علت شود. زیق نشه. گفت برا بخر بچر بگرد. همه علامت پیری زیق نشه. این کسلی مخصوص نیست، این کسلی پیری میگن. هر درد به خودش دوا داره، نه که درد پیری دوا نداره. در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما وضع الله داء الا وضع له دواء الا داء واحدا الحرم. خداوند هر دردی را که در روی زمین وضع کرده است شفای او را وضع کرده است مگر یک درد، همین درد پیری. این گفت همین علامت پیریه، برا زیق نشم. گفت ای احمق بریم بردوختی، از طبیبی تو همین آموختی. ای مدمغ عقلت این دانش نداد که خدا هر درد را درمان نهاد. روی تواری طبیب در گور گفت تا ای طبیبی همین خلقه میدونی چیز زد میگن میگوی علامت پیریه. تو خری احمق زی اندک مایگی در زمین مانده زی کوته پایگی. و رفیقای تو چی کسلی ها را تبوبت میکنن، تا ایری احمقی و جاهلیت مانده در هم یک زینه پسترین. پس طبیبش گفت ای عمری تو 60، این غضب و این خشم هم از پیری است. چون همه اعصاب اجزا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. انمی گیزلگی تم به حساب پیری ای، عصبی شدن تم حساب پیری ای. تا به یک جرعه ندارد قی کند، برنه تا به 2 سخن زوهی کند. بعد حضرت مولوی میفرماید جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیات طیبه است. جز او پیروی که از حق مستن. بابای حاجی کنجا ای حصار هر جمعه میوید، هر وقت میوم در همجا شتگی در صفی پیش، برای صفی پیش گرفتن خیلی بر وقت اومدن در کار. بر تو میخندد مبین او را چنان، 100 قیامت در درون استش نهان. با این پیران نخند که او بر تو میخنده، زیرا که عمر در 60 رفته است، نه که دلشو جوان است، غیرت شو داد از خدای تعالی. اینا از این حساب بیرنن. اما یکی از سبب‌هایی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در انتخاب کادرها نظیر و مانند ندارد، حقیقتا نظیر و مانند ندارد، زید ابن ثابت انتخاب کرده است. انمی جوانی و نیرومند بدنش است. حضرت ابوبکر صدیق کسی را انتخاب کرد به مرادش رسید. مسلمانان خیلی از او فیض بردن. ببینه صدیق اکبر شخصی هست که وقتی که مرتدها سر برداشتن در گوشه و اطراف، خالد ابن ولید سرلشکر مسلمانان تعیین کرد و به شرافت جنگ های خالد ابن ولید تمام قبیله های سرکش از سر اینو باز به چارچوبه اسلام برگردانده شدند. ابوبکر صدیق شخصی است که
بعد خود عمر فاروق خلیفه تعیین کرد که الحمدلله اسلام گل شکفت در تمام دنیا منتشر شد. انمی صدیق اکبر زید بن ثابت خودش انتخاب کرده است. یکی از سببهاش نیرومندیش است. دوم، زید بن ثابت حافظه بسیار قوی داشت، حافظ کل قرآن بود، بر ضمن بسیار دانشمند بود. با فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان عبرانی را یاد گرفته بود، زبان یهودی ها را، زبان رومی را میدانست، زبان سوریانی را میدانست، حتی در جای خواندم که با زبان فارسی را بلد بود است. بسیار زبان شناسی معروف و مشهور بود. از این گذشته در فنهای حساب و کتاب از میان صحابه پیغمبر کسی به پایه زید نمی رسید، اگر چند جوان بود. تصور کنه که زید 20 ساله را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اعلمهم بالفرائض زید، عالم ترین امت من در علم فرائض، در علم تقسیم میراث ترکه زید است. یا افرضهم زید، در فرائض بهترین شما زید ابن ثابت است. پیغمبر خدا این تعریف و توصیفش کرده است. و دیگر اینکه زید ابن ثابت در میان قوم معروف و مشهور بود، فقیه است، یک فقیه بزرگ امت اسلامی است. علامه ابن قیم جوزیه در کتاب اعلام الموقعین خود درباره صحابه های فقیه، صحابه هایی که فتوا میدادند روایت میارد، به 3 حصه تقسیم شو میکند. یک قسمتش که کثیر الفتوا بدن، دومش اونایی که فتوای میانه دارن، سوم کسایی که 1 یا 2 فتوا همگی دادیان. همه کثیر الفتواها در میان صحابه های پیغمبر که عددشون از 100,000 تجاوز میکرد 7 نفر بدن. حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضی، عبدالله ابن مسعود، مادر مو بیبی عایشه، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر و نهایت زید ابن ثابت. از فقهای امت است. مسلمان‌ها برای فتوا به زید ابن ثابت مراجعت میکردند اگر چند سالش جوان بود. و نهایت مهمترین عامل از برای تعیین زید ابن ثابت آن است که آخرین صحابه‌ای که قرآن در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذرانده است زید ابن ثابت است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه‌های شریف رمضان مدارسه قرآن میکرد با جبرئیل علیه السلام. در هر رمضان 1 بار قرآن میگذراند. در رمضان آخر، در آخرین رمضانش قبل از وفاتش سال 10 هجرت 2 بار قرآن در با حضرت جبرئیل مدارسه کرده است، گذرانده است. و بعد آن همین مدارسه آخر، اخذ آخر، یگانه صحابیه که قرآن در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذران زید ابن ثابت بود. از همین خاطر است که زید ابن ثابت از میان امت اختیار کردن برای این کار شریف، اولا ابوبکر صدیق و بعدا عثمان ذی‌نورین. پس صفصت‌هایی که این کسایی که واقعا در لباس مسلمان جلوگر میشوند اما در اصل دشمن اسلام و مسلمان ها هستند، باید که از جانب ما پذیرفته نشود، گوش نکنه. من به شما بهترین توصیه همی است که تماشا نکنه همین کانال را. برای جواب یک سوال شما را گفتن، برای دعوای یک دعوای باطلی ابله رد کردن 2 ساعت برای ما و شما لازم شد. این ساعت دیگه هم تمام شده است. از برای خدا از همه بهترش آن است که همو را تماشا نکنه. همون سخنا را برای آن میگن که شما را جلب کنن تماشا کنه. از بس که شما زیربنای مستحکم ندارید، فوندامنت مستحکم نیست، میتونه به فند فریب با گپ‌های همون ابله‌ها غره شده و همون سخنای ابلهانه و احمقانه و کفرآمیز به زبان تو برانید. از همین خاطر التماس تماشا نکنه. خب دیگر چیزی که من میخوام برای شما تذکر کنم، انشالله وقت باقی است میرسونیم، درباره قرای سبعه. من درباره نزول قرآن به 7 حرف با شما صحبتی مفصل کرده بودم 2 هفته قبل از این، که نزول قرآن به 7 حرف یعنی چی است. خوش رو صحبت کرده بودیم و گفتم که مبادا با شما گمان نکنه که همون نزول 7 حرف یعنی همه 7 قرائت. نه، این تماما دیگر چیز است. 7 قرائت همون قرائت هایی است که رسم الخط عثمانی همشه در بر گرفته است. همشه
رسم الخط آسمانی است، از همین قرآن است. این 7 قرائت به حد تواتر رسیده است. یا تون باشه من مکتوبی هم برادر وقتی خواندم نوشته است که چرا میگویند که قرآن به 7 حرف نازل شده است، در صورتی که خواجه حافظ گفته بوده است که قرآن به 14 روایت از یاد میدونم. در همین باره ان شاء الله صحبت میکنیم که قرائت چی است، روایت چی است. چرا خواجه حافظ گفت عشق رسد به فریاد، ارخد به سان حافظ، قرآن زبر بدانی با 14 روایت. این 14 روایت کدام روایت ها است؟ خب قرای سبعه که روایات اونا به حد تواتر رسیده است، سند قوی ترین است، به همه یا قرائت درست است، 7 نفرند. 7 قاری معتبری قرآن نزیما موجود است. اولا اکی یکم دیم شونه از روی ابرو شونه، الحمدلله همه اینا به ابرو عزتن، از حسابی سین سالشو میگیریم. درسترش از حسابی مرگ شو که پیشتر وفات کرده است همون رو اول میاریم. در زمانهای پیش سالی تولد معین کردنش مشکل بود، اما سالی مرگ همه میدونن، برای که در وقت کودکیش کسی او را نمیشناخت، بعد که عالم زبردست شد همه میشناختنش. آخی وفاتش در یاد مردم میمونه. باز اگر سوال تو کنم که مولوی محمد جان هندوستانی کی تولد شده است، هیچ که نمیدونه. اما اگر پرسم تو که کی وفات کرده است، همه میگن که سال 1989، برای الان که معروف شده بود. ما هم با سالای مرگ شو موافق کرده و ایالا به ترتیب میگوییم. قاری اول عبدالله ابن عامر شامی است، عبدالله ابن عامر دمشقی. این شخص قرائت از مغیره ابن شهاب برداشته است. مغیره ابن شهابی که حضرت عثمان او را متصدی نسخه شامی کرده و به شام فرستاده بود. در یک روایت شاذ اومده است که گویا از ابو دردا صحابی پیغمبر قرآن برداشته است، اما روایت اول درست‌تر است، از مغیره ابن شهاب قرائت گرفته است. خب عبدالله ابن عامر در همون شام زندگی میکرد، در شهر دمشق از دنیا گذشت سال 118 هجری، سال 118 هجری قمری از دنیا گذشته است. قرائت عبدالله ابن عامر 2 کس روایت کردند به چندی واسطه، 2 نفر راوی داره. ببینید هر یک قرائت با 2 راوی داره. 7 قرائت روایتش 14 تا میشوند. یکی هشام ابن نصیر ابن میسره، دومش یک قاری بسیار معروف دیگر است عبدالله ابن زکوان. همین 2 نفر قرائت عبدالله ابن عامر روایت کردند، راویاش همین 2 کسند. قاری دوم عبدالله ابن کثیر ابن زازان ابن فیروزان ابن هرمز. این شخص اصلا ایرانی الاصل است، از مردم عجم است، اما در مکه بزرگ شده است. قرائت از عبدالله ابن صایب برداشت، از همون شخصی که متصدی نسخه مکی است. حضرت عثمان او را متصدی نسخه مکی کرده بود. قرائت ابن کثیر از او برداشته است. این ابن کثیر با همین مفسر ابن کثیر با عرلش نکنه، بینشون فاصله 600-700 سال اینا تماما دیگه کسان. ابن کثیره که قاری قرآن است، نامش عبدالله است، عبدالله ابن کثیر. قرائت ابن کثیر سال 120 هجری از دنیا گذشته است. 2 راوی دارد، 2 راوی معروف. یکیش بازی تخلصش است، نامش احمد ابن محمد ابن عبدالله است، مکی. دیگر قنبل هم تخلصش است، نامش محمد ابن عبدالرحمن است. همین 2 راوی قرائت ابن کثیر روایت کردند. 2 قاری و 4 راوی شد. قرائت سیم قرائت عاصم است، ابو بکر عاصم ابن ابو نجود کوفی. معروف ترین قرائت امروز در عالم اسلام قرائت عاصم است. همه قرآنایی که ما و شما داریم، خواه در نیم جزیره عربستان چاپ شود، خواه در هندوستان چاپ شود، خواه در قزان چاپ شده است، همه قرائت عاصم است. عاصم قرائت از 2 کس برداشته است.
اولا از ابو عبدالرحمن سلمی، شخصی که حضرت عثمان متصدی قرآنش کرده و با کوفه فرستاده بودش، از او برداشته است. از او قرائت حضرت علی را برداشتگی است. و ثانیاً از زیر ابن حبیش، یک حافظ بزرگ دیگر است، قرائت عبدالله ابن مسعود را برداشته است. در راوی دارد، راویاش با قرائت از عاصم به واسطه گرفتگیان. یکیش حفص پسراندر عاصم بود، حفص ابن سلیمان پسراندر عاصم بود. روایت خوب قرائت عاصم از همون ابو عبدالرحمن سلمی و از حضرت علی روایت کرده است. حفص میگه که در قرائت من با استادم یگان تفاوت نیست، فقط در یک کلمه، در کلمه ضعف. در قرائت عاصم اومده است، ولی قرآن را نگاه کنید، قرآنایی که اگر چاپی سعودی و چاپی لبنان و دیگر باشه، آیه 54 سوره روم، الله الذی خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبا. الآیه کلمه ضعف، عاصم ضعفش تلفظ کرده است، شاگردش حفص پسراندرش همین را ضعف گفته است. اگر قرآنای عبدالواحدی را ببینه، قرآنایی که در هندوستان چاپ شده است، هم یک حرکت ضمه داره، هم یک حرکت فتحه، یعنی هر دو قرائت میگن درست است. معروف ترین روایت قرآن همین روایت حفص است. حفص قرائت عاصم قرائت کرده است، در عالم معروف ترین همین است. و راوی دومش ابوبکر ابن عیاش نام داشت، بسیار شخصی پرهیزکار از حفاظ معروف زمان خودش بود، عمری بسیار طولانی را هم دیده است. روایت میکنن که وقتی که در حالت سکرات مرگ بود، خواهر خوردش آمده بالای سرش گریه میکرد، گفت ای خواهر همه گوشه خانه را ببین، من در همه گوشه خانه 18,000 ختم قرآن کردم، تو را به خدا قسم تو بر شخص گریه میکنی که 18,000 ختم قرآن کرده است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. هر کسی که یک حرف را از قرآن تلاوت کنه، خداوند یک حسنه در نامه اعمالش می نویسد، هر حسنه 10 ثواب داره. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. من نمیگم میگه که الف لام میم یک حرف است، نه، الفش یک حرف است، لامش حرف دیگر است، میمش حرف سوم است. با یک الف لام میم گفتن 30 ثواب در نامه اعمالت نوشته می شود. تو بر مرد گریه داری که 18,000 بار ختم قرآن کرده است، ای خدا شرم نمیداری؟ خب 3 قاری شد و 6 راوی. قاری چهارم معروف ابو عمرو بصری است، نامش زبان است، زبان ابن علا. این شخص در بصره تولد شده است. پدرش از تعقیب حجاج ابن یوسف ظالم گرفته و فرزندش همراهش برد به مکه، بعدا در مدینه نزد قرای معروفی همون سرزمین علم قرائت آموخت. حتی میگن زبردستترین قاری در میان قرای سبعه همین شخص است، ابو عمرو بصری. قرائت ابو عمرو 2 راوی دارد، 2 کس روایتش کردن. یکی دوری، امام دوری، این شخص نامش حفص است، حفص ابن عمر ابن عبدالعزیز. دومش سوسی، نامش اصلا صالح است، صالح ابن زیاد، با تخلص سوسی معروف است. خب 4 قاری شده، 8 راوی. قاری پنجم حمزه ابن حبیبی کوفی است که قرائت از عاصم گرفته است، از اعمش گرفته است. حمزه رفیق و همزمانی حضرت امام اعظم ابو حنیفه بود، هر دوشم تولد شد سال 80 هجری است. فقط قاری حمزه 6 سال از امام اعظم ابو حنیفه زیادتر عمر دیده است. در بعض روایات اومده است امام عجلی میگه که باره حضرت ابو حنیفه در یک معرکه به حمزه گفت که در 2 چیز تو از ما پیش قدم تری، در 2 کار تو از ما دست بالایی. یکی در قرآن
دیگر در علم فرایض که من با تو بحث نمیکنم در این موضوع. خب روایت حمزه را خلف ابن هشام و خلاد ابن خالد روایت کردند. انشالله 5 قاری شد، 10 راوی. قاری ششم نافع است، نافع ابن عبدالرحمن اصفهانی مدنی، اصلش ایم ایرانی الاصل است. قرائت اهل مدینه انمی قرائت نافع است. حتی امام مالک میگفت که قرائتی که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم 100% موافق است انمی قرائت نافع است. امام احمد حنبل پسرش سوال کرد بهترین قرائت کدام قرائت است؟ گفت قرائت اهل مدینه، قرائت نافع. گفت یا پدر اگر قرائت نافع دسترس نشد در اون صورت گفت قرائت عاصم. نافع هم در راوی دارد، یکیش قالون است پسراندرش، قالون که نامش عیسی است با تخلص ابو موسی معروف است، و دومش ورش. انمی روایت ورش هم امروز بسیار معروف است. وقتی قاریا قرائت میکنن عادتا روایت حفص از قرائت عاصم تلاوت میکنن یا روایت ورش از قرائت نافع تلاوت میکنن. و نهایت قاری هفتم علی کسایی است. علی کسایی بسیار قاری معروف بود، بسیار شخصی مشهور و معتبر بود، و این شخص معلم هارون رشید است در علم قرائت صرف نحو. فرزندای هارون رشید امین مأمون درس گفته است. سال 189 همراه امام محمد خدمون، امام محمد شاگرد امام اعظم ابو حنیفه، هر دو در یک روز در شهر ری وفات کردند. هر دوش در همونجا گروندن. حتی هارون رشید گفت که امروز ما هم فقه هم عربیت در ری گروندیم، بر رفت از دست ما، هم فقه هم عربیت. امام کسایی هم در راوی دارد، یکیش هم دوری است حفص ابن عمرو و دیگرش لیث ابن خالد. اگه در این موضوع صحبت بسیار بودم، متاسفانه وقت متنگ است، امکان نداریم که زیادتر بگیم، اما ما برای شما وعده کردیم که انشالله در آخر با یک سخن میگیم، یک قصه میکنیم که همون خواباتون بپرونه، با همه انرژیتون به جوش بیاره. چرا در ابتدای صحبت گفتم چرا این صحبت مشکل کردیم؟ برای که علاج دیگر نداریم بچه‌ها. این همین درباره همین قاریا من با کدام زبان شما را دیگر بیان کنم؟ مجبور هستم که دلایل تاریخی را بیارم، دلایل حیاتی را بیارم، کی را روایت کرده است، نامو را بیارم. البته شما میفورد که دائم قصه تو کنن، لیکن علم با کی از خود میکنیم؟ با یک قصه خالی میشود. حضرت مولوی قصه میکنند. مطرب غازید پیش ترک مست، در نوای پرده اسرار الست. یک ترک یا سرلشکر یک روز چی معرکه داشته است، یک مطرب صدا میکنه میورشه، میگه که تو مطربی که ما معیشت کنیم، لذت ببریم. او اسرار الست سر کرد، شعرهای عرفانی را سر کرد. می ندانم که تو ماهی یا وسن، می ندانم که چی میخواهی زی من، می ندانم که چی خدمت آرمد، تن زنم یا در عبادت آرمد. یعنی عارفا را ببینه ذات خدا را هیچ که ندیده است، ندونن، نتونن دیده، نمیدونن. آخی بعد حیران میشه پروردگار، آخی حیران و مستر ماندیم. پروردگار رو یک تجلی نور تا در قلب و بانداز، هیچی را نمیدونیم. بیچاره این هم را گفته است آخی این عجب که نیستی از من جدا، من ندانم تو کجایی من کجا، همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم ساز کرد. همین چیزی که میگه نمیدونم که ایتا باشه یا نمیدونم که اوتا باشه. شعر خونده است یک برجهید آن ترک دبوسه کشید، تا علیها بر سری مطرب رسید. دیگه این ترک تلخش کفید، تریگه پورا نفهمه، گرز کشید و آمد به سرش، گفت یک تش پشپ مکن. گرز را بگرفت فرهنگ بدست، گفت نه مطرب کشی این دم بد است. گفت یا امیر عیبه، گفت اوخی این مطرب تو فیرادش کرده، دعوتش کرده، این اوترچی را این مرده که میزنی میکشیش عیب میشوه. گفت این تکراری به حد مرش، کوف طبعم را بکوبم من سرش. این خونه سخته گفت بیزارم کرد، این چی گپای؟ قلتبانو می ندانی گه مخور، ور همه دانی بیزن مقصود بر. آن بگو ای گیچ که میدانیش، می ندانم در نکش. ای سرت مولا گفت چی هزاره و هزاره و هزاره میگوی؟
همین عبوره بگو شاخی 3000 بگو. ایچی گپایی نمیدونم ایتا نمیدونم اوتا، همون چیزی را میدونی همون را بگو. من بپرسم کس کجای ای مری، او بگوید نیزی بلخ نسهری، نیزی بغداد نه موصل نه تیراز، در کشد در نی و نی راهی دراز. من این خونه سوخته را میپرسم که تا ای کجایی، میگم من نه ای بغدادم نه ای موصلم نه ای ابوبکرم نه ای خاکم. آخه ای کجایی هستی همون جرا بگو. یکی به عقل خودش امر تشبیه داده است. یا بگویم که چی خوردی ناشتاب، او بگوید نه شراب نه کباب، نه قدید نه سرید نه عدس، آن چی خوردی آن بگو تنها و بس. همون چیزی خوردگی تا بگو. من میپرسم چی خورده، میگه نه شراب خوردم نه کباب خوردم نه خاک خوردم. بعد میپرسه این سخنخواهی دراز از بحر چیست؟ گفت چی گپ میکشی، چی غم میبری میاریش، برای چی است؟ گفت مطرب زان که مقصودی خفیست، میرمد اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بو ایسرت بون. آقا گفت من درباره چیزی گپ میزنم که کسی ندیده استش، درباره او تصورات ندارن، او را چخیل منم میدونم شب بگم، مجبورم نمیدونم شب بگم، بعد میدونم شب تو بفهمی. یعنی که همین صحبت های علمی میشود بچه ها ایروی ضرورت است باید دستخط کنیم. همین علم است. انشالله گمان میکنم اینجا طالب علم زیاد هستند، علما زیاد هستند الحمدلله. خیلی اگر یه حرف ده حرف بهره برده باشن انشالله هم فایده اونا است هم فایده ما و شما. در آخر دعا میکنیم پروردگار رو این صحبت که واقعا صحبت علمی بود، به خاطر رضای تو بود قسم به خدا، پروردگار رو به درگاهت قبول و مقبول گردان. خداوند عمل کردن موافق آن از برای ما نصیب و روزی گردان. پروردگار رو مساعدت فرما که مسلمانای ما خاصتا جوانای ما در تعلیم تدریس علم و دانش کوشا باشن، ثابت قدم باشن، پیشرو باشن، بیشتر و زیادتر کوشش کنن که صحبت‌های علمی را گوش باندازن، از علم برخوردار و بهره‌ور گردن. و خداوند عاقبت کارمون به خیر انجام ده، فرزندامون در راه صراط المستقیم هدایت فرما، ریش سفیدامون از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبان باش. طاعات عباداتمون با وجود نقصان و کمبودی هایی که داریم به درگاهت قبول و مقبول فرما. و روز شریف جمعه را از برای تمام مسلمانان این سرزمین و برای تمام مسلمانان جهان مبارک گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. حضرت الله اعلم حسین واعظی کاشفیس گمان میکنم یک نظم داره، میگم مستمند بود در اقصای روم، روز شب میگفت این الظلم شوم. یک درویش میگه در اقصای روم زندگی میکرد، دائم که مردم نصیحت میکرد تاکیدشو میکرد که این الظلم شوم، از ظلم بپرهیزه که این ظلم بدترین عمل است. ظالم یک روز با وی قهر کرد، بهر آن مسکین 3 نام پر زهر کرد. یک ظالم است سخنای درویش نمیفوره، 3 قرص اینا نمیگیره و به زهر آلوده میکنه و در دست همی درویش میتایی، بیچاره کم بغل بوده است که مقصد از همین نانا استعمال کنه و بمره، جان مخلاص شوه از نصیحتاش. هر 3 فرزندان آن ظالم سوار، گرسنه آنجا رسیدند از شکار. درویش نونا را گرفت در خلطش انداخته روانه شد. در راه می اومد که 3 جوان نازنین در بالای اسوار از شکار اومدستیان، 3 شاه پسرهای همون ظالم بدیان، گرسنه بدیان. نان در خلطه این درویش میبینن میگن انا عمک جان یگان چی نداری بخوریم که گشنه ایم. نام بدهشان داد درویشان زمان، تا که نان خوردند بسپردند جان. درویش همون نانا را گرفته در دستی هم جوان مردا داد. این درویش هم نمیشناسه شو که یه بچه‌ای کیان، بیچاره نمیدونه که این نانا زهرآلود چیدگیان. هر کی بد کرده برادر دید بد، هر کی چه کن ای پسر افتاد خود. هر کسی که بد کنه البته بدی را میبینه.
زیرا بر طبیعت واجب میشه و مکافاتش. هر کسی چاه کند عاقبت الامر در همون چاه کندگی خودش می افتد. از این خاطر خداوند گفت که یا عبادی انما هی اعمالکم ردت الیکم، ای بندگان من این آگاه باشه که عملهای شما و سوی خود رد می شود، خواه نیکی و خواه بد. رد یعنی که رد می شود به سوی شما. احصیها لکم ثم اوفیهم ایاها ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد الله. پس هر کسی که عمل خیر را ببینه باید حمد خدا را به جا بیاره. و من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه. اما هر کسی که غیر خیر ببینه، هر کسی که شر ببینه، هر کسی که جزا ببینه، باید فقط خودش ملامت کنه، زیرا این بدی از وجود خودش خارج شده است، زیرا این بدی را این شخص خود مرتکب شده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه جایی مشت لگد کوبی نمیگذاشت که مسلمانا یک مسلمانی برادر خود به زبان آزار دهند. اندیشه نمیکرد که همه چی پایه و مرتبه داره. البته که تاکیدشون میکرد که هی مسلمانا، دشنام حقارتگویی، دلازاری، عمل زمان جاهلیت پیش از اسلامی است، برای مسلمان زیبنده نیست. در حدیث متفق علیه اومده است. حضرت معرور یکی از علمای تابعین روایت میکند لقیت ابا ذر بالربزه علیه حله و علی غلامه حله. میگه ابوذر غفاری را، همون که حدیث شما برای شما قصه کرده استیم، از حد صحابه ها است، زاهدترین صحابه های پیغمبر. دیدمش میگه در ربزه. ابوذر در مدینه دیگه زندگی کرده نتونست. وقتی که دید که مردمی بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آورده، اینقدر چنگ به دنیا زدیان، از پشت زر زیور میتازن، خانه های با حشمت درست کردیان، اینقدر دنیا دوستدار شدیان، دیگر در میان مردم زندگی کرده نتونست. از حضرت عثمان که او زمان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، امیرالمؤمنین بود، اجازه پرسید و به ربزه کوچید. ربزه نام یک موضع است که 3 مرحله از مدینه خارجتر است. به تنهایی خودش همراه اهل بیتش در همون ربزه زندگی میکرد. میگه در ربزه دیدمش در تنش یک جامعه بسیار زیبا و در تن غلامش هم عیناً مثل همون حله ابوذر پوشاندگی است. یک غلامی که هیچ حقوق نداره، سر لباسش مثل سر لباس ابوذر. فسألته عن ذلك، من میگه در تعجب موندم، سوالش کردم که یا ابوذر در اینجا چه حکمت است؟ چرا تو غلام تا مثل خودت لباس دادی؟ حضرت فرمود اینی صاببت رجلا، من گفت باره به نافهمی یک مسلمان دشنام دادم، فعیرته به امه، مادرش طعن زدم، بر مادرش طعن وارد کردم. شارح ها روایت میکنند در بعضی حدیث ها هم اومده است که شخصی که ابوذر غفاری رضی الله عنه او را طعنه زده است حضرت بلال بود، بلال حبشی. روز هر دش گپاشو میگریزن، ابوذر در حالت خشم میگه یا ابن سودا، ای پسری سیاه زن. مادرش زنگی بداخی، پسری سیاه زن گفته طعنش میزنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از همین ماجرای ما واقف شد، صدام کرد، میگه گفت یا ابوذر عیرته به امه، ای ابوذر گفت تو مسلمان، تو به مادرش طعنه زدی، برادری مسلمان تا انک امرؤ فیک جاهلیه، تو گفت مردی هستی که تا حال خلق اخلاق جاهلیه را نپرتفته، تو مسلمانی. ابوذر قبل از هجرت پیغمبر اسلام آورده بود، به مکه رفته و اسلام آورده بود، اما تا به حال خلق اخلاق جاهلیت در وجود تو موجود بوده است. اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم، گفت بعضی برادرای شما آخی زیردستای شما هن، خداوند او را زیردست شما کردین، پس شما بلاشو ظلم را میبینه. فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل،
ولیلبسهم مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن کلفتموهم فاعینوهم. گفت هر کسی را که خدای تعالی یک مسلمان از زیر دست او کرده است، از همون طعامی که خودش میخوره برای همون زیر دستش باید مهیا کنه و الا در پیش خدا جواب میگه. خدا طعام لذیذ بخوری و یک اندقوه را بری در پیش او زیر دستت مانی، فردا در پیش خدا جواب میگوی. ببینه اسلام بزرگیشه نسبت غلاما پیغمبر نصیحت کرده است امت شا اصحاب خودشا. غلام در اون زمان هیچ حقوق نداشت، یک مالی بود که از بازار خریده میشد. هر طعامی که میخوری میگه برای انمو غلامی زیر دستت مهیا کن و هر لباسی که خودت میپوشی برای زیر دستت مهیا کن که مثل تو آزاده باشه و هیچ وقت از قوت بیشتر کارشو نفرمی. میگه اگر مبادا یک کاری مشقتناک و مشکل فرموده شما خودتو کمکش کنید، از اون طرفی همو بار مثلا شما برداری خودتو و الا در پیش خدا مسئول هستی. از همون زمان حضرت ابوذر میگه دیگه هر چی که من میخورم به غلامام میتم، هر چی که میپوشم به غلامام میتم. در طعام و در لباس بین ما دیگه یگان تفاوت نمونده است. اینایی است اسلام. برادرای عزیز، در اسلام ظلم پسندیده نیست، خواه به دست باشد خواه به زبان. در صحیح امام بخاری از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادری مسلمان است. گفت لا یظلمه ولا یسلمه، هیچ وقت مسلمان حق نداره که بالای برادری مسلمان خود ظلم کنه و هیچ وقت حق نداره که مسلمانی برادرش در وقتی که یک بیگانه او را آزار و اذیت میته ترک کنه. یک مسلمان دیده که یک آدم بیگانه آزار میته باید مسلمان پشتیبانی کنه از او. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. هر کسی حاجت یک برادری مسلمانی خود برآورده میکنه خداوند حاجت این بنده را میبره. خداوند خود کفیل شده است که تو حاجت بنده مرا برار، من کفیل هستم، من حاجتای تو را میبرم. و من فرج عن مسلم کربه فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامه. هر کسی که یک مشکلی برادری مسلمان حل میکنه، یک غم و اندوهی برادری مسلمان برطرف میکند، فردا روز قیامت خداوند یک مشکلی و مشقت و دهشت قیامت از سر او بنده دور میکنه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. هر کسی که عیب و نقصان یک برادری مسلمانی خودش میپوشاند خداوند این بنده را فردا روز قیامت گناه و عیب و نقصان هاش میپوشانه، شرمنده بازار قیامتش نمیکنه. وقتی ما مسلمان هستیم، مسلمان در ذمه برادری مسلمانش حقهای فراوان داره. در این مسئله ما زیاد صحبت کرده ایم. حضرت علامه اقبال میفرماید ملت از یک رنگی دل هاستی. ملت میگه از زبان و تریتوریا یک نیست، ملت از یک دلی است. وقتی دلت یک شد، ایمانت یک شد، تو هم ملت میشوی. ملت از یک رنگی دل هاستی، روشن از یک جلوه این سیناستی. اهل حق را حجت و دعوا یکیست. سینه ها از هم جدا، دل ها یکیست. اهل حق مسلمان ها یک حجت دارن، یک دعوا دارن. اگر چنده که سینه هاشو جدا هست، جسم هاشو جدا هست، اما دل های همشو یک هست. زیرا او دل به نبض لا اله الا الله محمد رسول الله میتپه. از حجاز و چین و ایران ما، شبنم یک صبح خندان ما مسلمان ما اولاد خلیل. از ابیکم گیرگر خواهی دلیل. ما مسلمان و مسلمان زاده هستیم، ما فرزندای ابراهیم خلیل علیه السلام هستیم. برای تو حجت لازم است. مرحمت قرآن بین و تبع ملت ابیکم ابراهیم. خداوند میگه پیروی کنه ملت پدرتون ابراهیم را.
ما زی نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. ما از نعمت پروردگار میگه برادر شده ایم، یک زبان هستیم. زبان زبان لا اله الا الله محمد رسول الله است. یک دل هستیم، یک جان و یک تن هستیم. همین را باید فراموش نکنیم. امروز هر ظلمی که بالای مسلمان میوه، با اگر اندیشه کنی از یک برادری مسلمانی خودش میوه، از بیگانه نه، از یک مسلمان میوه. در روسیه بودیم، مسلمان فقط از مسلمان شکایت میکنه. تاجیک از تاجیک هم برده است، به غلامی میفروخته است در روسها. مرگ اتوار مسلمان، لعنت خدا برای طایفه مردم بود. مسلمانی که در حق برادر مسلمانی خودش خیانت میکنه، حقوق دعوای مسلمانی نداره، حق نداره که خچه مسلمان بده. روش در گوری تری ملعونه. کاش پروردگار زودتر جان همین ظالما را میگرفت که مردم میرهیدن از چنگ اینا. این چی سخن است؟ این چی کار است؟ نخواه مسلمان در جور و ظلم به برادر مسلمانی خودش همدستان با کفار باشد. بعضی لعنتیاش از وحشی دیده وحشی تر هستند. یک کتاب خوندم درباره مهاجرای تاجیک، اصلا مهاجرا بر روسیه، مهاجرینی که در روسیه کار میکنن. قسم به خدا همه هر صحیفه جا میزنی یک خیانت است، یک ظلم است که مسلمان در حق برادر مسلمانی خودش کرده است. همون کسایی که به برادر مسلمان شو ظلم روا دیدن، فراموش نکنن که خداوند در همین دنیا خارشو میکنه. همون ظلم جور بالای خودشو میآید. اگر از بیگانه نیاید، از فرزند، از پیوندای خودشو میآید. ملعونا را باید آگاه باشم. به چشم خویش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان مور مرغکی راه. هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغی دیگر آمد کار او ساخت. شاعر میگه به چشم خود دیدم که یک مرغ آمد یا مور را گرفت. مور یا نوعی کیرمه، حال همون را فرو نبرده بود که باید باشه دیگه اومدی را شکار کرد. چه بد کردی مشو ایمین زی آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. که بد کردی منتظر بد باش. هر کی بد کرده برادر دید بد، هر کی چه کن ای پسر افتاد خود. همین را باید فراموش نکنیم. سرمنشه تمام این بدبختی ها از کجاست؟ از کجا پیدا شد؟ از حسد و کینه، از طمع به مال و ثروت اندوزی. در جامع سنن امام ترمذی اومده است، پیغمبر نصیحت کرد امتی خدا، گفت دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. بر شما گفت درد بی‌دوای ملت‌های دیگر الکی اثر کرده است. همون درد بی‌دوایی که در دیگر خلق‌های پیش از شما بود و به سبب این درد خوار و زار شدند، از راه حقیقت دور افتادند، امروز بر شما نیز اصابت کرده است. یکیش حسد بردن، دویمش کینه و عداوت. همین دو درد بسیار درد بی‌دوا هستند. پیغمبر گفت هی الحالقه، این تراشنده هست، نیست کننده هست. لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین. من نمیگم میگه که این مور میتراشه، نه، دین انسان میتراشه، دین از بیخ و بونش بر میکنه. به خاطر حسد شده مسلمان با برادرش خیانت میکنه. یک شخصی را که خدمت اسلام میکنه میبینی سه چهار بدگهری برزگانی که از دستشو هیچ هنر نمیآید، به بدگویی به روسیاهی میخواهند از صحنه برطرف کنن. همین از روی چی است؟ از روی حسد است. قسم به خدا. پس باید از این حسد بپرهیزیم، از حسد دور باشیم. حسد حکمت در قلب عالم ها حتی نیست نابود میکنه. چی جای عوام الناس؟ هیچ وقت باید حسد نبریم. حسد انسان به ایمان میکنه، مسلمان به ایمان میکنه. ایمان انسان ها را سلب کرده است. در تاریخ مثال های زیاد اومدگی است.
شیخ سعدی میگه توانم این که نیازارم اندرون کسی، من میتونم که هیچ کس ضرر نرسونم، هیچ کس آزار نتم، همین قدر خداوند مرا به آزار خلق کرده است. توانم این که نیازارم اندرون کسی، حسود را چی کنم کوزی خود برنج در است. اما همه حسد خود را چیکار کنم؟ این بدبخته که این به همه حسد خود گرفتار است. بمیر تا برهی ای حسود، که این رنج است که از ملالت آن جز به مرگ نتوان رست. ای حسد خور میگه پیش خدا دعا کن که خدا تیزتر جان تا بگیره، زیرا این دردی بیدوا های، یگانه علاج این مرگ های. ای خدا همون مرگ طلب کن مادام پیش حسد اخته گرفته را میتونی. پس همین حسد باعث کینه‌توزی میشوه، باعث دشمنی و عداوت میگرده. و پیغمبر امت خود از همین درد بیدوا تحذیر داد که بسیار بسیار احتیاط کنه. گمراه شدن ابو جهل و ابو لهب، امیه ابن خلف، عقبه ابن ابی معیط از چی بود؟ گمراه شدن عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه، این شخصا عالمترین دانشمندترین اشراف قریش هستند. از روی چی بود؟ از روی حسد بود. قسم به خدا حسد به جاه محمد صلی الله علیه و سلم بردن که چرا یک یتیمی که از پدر و مادر خود جدا کلان شده است، به غریبی کلان شده است، مال و ثروت زیاد ندارد، پیغمبر شده است مانع. و همین حسد عاقبت الامر کافر شو کرد، در کفر باقی شو گذاشت، با کفر از دنیا رفتن. با کفر گرفتار شدن بنی اسرائیل که اینقدر خداوند در میان اونها پیغمبران را مبعوث کرده است، با فضیلت خداوند در قرآن توصیف شو کرده است. از روی چی بود؟ از روی حسد. اولا با عیسی علیه السلام حسد بردن که مردم غیر یهودی را به دین خواند است، مردم غیر یهودی را راه هدایت نشان داده است. بعدم بر محمد صلی الله علیه و سلم. و همین حسد باعث گمراه شدن بنی اسرائیل شد. با همین قدر علم و دانش و زیرکی و گمراه شدن و به غضب خدا گرفتار گشتند. پس این حسد باید از قلب خود دور بپرتویم برادران، بسیار باید احتیاطکار باشیم. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد: والذی نفسی بیده لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، گفت حضرت، تا زمانی که مؤمن نشوید و ایمان نیارید شما داخل جنت نمیشوید. و تا زمانی که همدیگر را دوست ندارید مسلمان‌ها شما مؤمن حساب نمیخورید. تا زمان در بیان شما کینه و کدورت هست شما مؤمن واقعی نستید. افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم افشوا السلام بینکم. پیغمبر گفت شما را به کار آگاه سازم که اگر همون کار دا ثابت قدم باشه انشالله در قلبات محبت پیدا می شود، مؤمن می شود، وارد جنت می گردید. در عاقبت کار سلام در میان تو افشا کنه، به همدیگر زیاد سلام بتین، سلام صدقی بتین. سلام نه که السلام علیکم بگوی ای پیش دور جواب و غیبت چکنی، نه، سلام واقعی: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای برادر مسلمان، سلامتی و ایمنی خدا هم از شر شیطان هم از نفس پلیدت و رحمت خدا و برکات او بر تو بود. صدقاً دعا کنی و او برادر مسلمان هم صدقاً جواب سلامی ترا بگردونه. در همین صورت ما انشاءالله محب میشویم به هم دیگر، ایمانم قوی میگرده و انشاءالله به هدایت خداوندی وارد جنت المأوا میشیم. راه دیگر نداریم برادرای عزیز. فراموش نکنه که ظلم به همین دنیا با خاتمه نمییابد، ظلم با ادامه داره. در صحیح بخاری اومده است از حضرت ابو هریره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد، گفت: من کانت عنده مظلمة لاخیه فلیتحلله منها. هر کسی که در نزدش یک مظلمه
از برادرش باشه، یک حقی از برادرش باشه، به یک برادر ظلم روا دیده است، دشنام حقارتش کرده است، یا غیبتش کرده است، یا حقی او را خورده است، یا ضرب لتش کرده است، در همین دنیا طلب بحیلی کنه، روی توبه کنه، در پیشش عذر خواهی کنه تا که گناه شما را ببخشه. فانه لیس ثم دینار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لاخیه من حسناته، زیرا که در قیامت دیگه درهم و دینار نیست که درهم و دینار بتی و جان تا خلاص کنی. برای برادرت از حساب حسنات گرفته و داده می شود، از نمازت و از روزه و از حج و زکاتت به یک برادری مسلمانی که تو در حق او ظلم روا دیدی ادا کرده می شود. فإن لم يكن له حسنات اخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه. اگر بالفرض همون برادر دیگه حسناتش نموند، همش تمام شد، اما ظلم و جورش حالی باقی است، پس گناه های همون برادری را که در ذمه ای حق داره طرح میکنند و در بالای سر این بدبخت میزنند. در بعضی روایات اومده ثم طرحت فی النار، بعد از پاهاش کشان میبرند در دوزخ میپرتویندش. این حق مسلمان است. از حق مسلمان ما حقوق نداریم که تجاوز کنیم برادرای عزیز. در صحیح مسلم اومده است بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مسلمانان مراجعت کرد، گفت اتدرون ما المفلس؟ شما میدونید که مفلس چی کس است؟ چی شخصی را مفلس میگن؟ کلمه مفلس احمد میدونه به فکرم، بانکروت. اصحاب گفتن المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. گفتن ما مفلس گفته شخصی را میگوییم که نه یک پول دارد، نه یک متاع زندگی دارد، هیچی ندارد. حضرت صلی الله علیه و سلم شرح داد، گفت ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامه بصلاح و صوم و زکاه یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. گفت مفلس از امتی ما شخصی را میگن که این مفلسی دنیا هیچ گپ نیست، گفت این گذرنده است. مفلس از امتی ما شخصی را میگن که فردا روز قیامت با سری بلند میخیزه، زیرا نماز داره، روزه داره، زکات داره، با خود توشه برده است. اما این بیچاره در دنیا یک مسلمانی را دشنام داده است، یکی را غیبت کرده است، تهمت کرده است، یکی را ضرب لت کرده است، یکی را مالش به ناحق خورده است، یکی را خونش ریزانده است. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. پس یک برادری مسلمان از حسناتش داده می شود، حق طلب میکنه از حسناتش، یعنی یک تاش نمازش میگیره، یک تا دیگرش روزه هاش میگیره، یک تا دیگرش زکاتش میگیره. فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. وقتی که دیگه حسناتش نموند، همه نیکی و احسانش تمام شد، همه عبادتش زدن، خصما گرفتن، پس خطا و گناه های همون خصما های باقی مونده را میگیرن در بالای سر این میزنن، جمع میکنن و بعد میبرن در آتش دوزخ بپرتویندش. حدیث مسلم در صحیح مسلم اومده است روایت. عاقبت کار همین است. امروز یک مسلمان برای ما SMS روی کرده است در روز جمعه. من گمان کردم که کدام برادر مسلمان ما را با روز شریف جمعه تبریک میکنه. نوشته است که السلام علیکم عبدالرحیم، بر تو و بر اولادی تورجان زاده لعنت خدا بود. ببینید برای چی؟ برای عقیده اتون که عقیده شما عقیده ماتوریدی است. هرچند میگم که همین بدگهرا را سخنای قبیح نگم، اما ببینید چی کار میکنند.
این همون کجدمای زیر بوریا هستند، هر لحظه را استفاده برده و نش میزنند. این جوانمرد نیست و غیرت نداره، مردی نداره که مثلا روبرو بیاید روبرو گپ زنه، بعد تلفنش کشت است. بدبخت هر قدر که تلفنش کردم در حالت غضب نبرداشت. ببینه در روز جمعه این به سعادت احمق عقل فراست نداره، این نمیفهمه، این نمیدونه که ماتوریدی کی است. من به این به سعادت مراجعت میکنم، گمان میکنم که در این مسجد ما نماز میخونه که ای به شرف همه شیخا تجمع که تو ملعون تو چی؟ تو یا روبه هیلنگی، همون شیخات همه را جمع کنو، کتاب توحید ماتوریدی را در پیشمون که چند صحیفه هم را میفهمن. آقا هم شیخای احمق تو در پیش ماتوریدی عاجز هستن، سخن ماتوریدی را نمیفهمن. شما را صدقه ماتوریدی کنه احمقا، شما را صدقه آدمگری کنه، پروردگار زبان تخش کنه. تو ملعونه که نه عقل نه فراست، نه خود به بنده های خدا به مسلمان ها در روز جمعه لعنت فرستی. در روز جمعه انشاءالله فردا روز قیامت من دامن این ابله نه، این کودک های این احمق های دامن همون شیخ های احمق هشه که این را خیلی وسوسه میکنن، زام بیش کردیم به عقلش کردیم، دامن همون را میگیرم در پیش خدا. چی گفته است؟ از بالای منبر شعر نخوان. آقای عقل فراست داشته باشه که من قطعی ابله گپ زنم. ای موشک ابله پیش شیخات که رفتی به همون شیخات برسان که داملو عبدالرحیم از بالای منبر حدیثای پیغمبر را دلیل آورد. آقای من نمیدونم این خلاص اختاره چخیل من خورد میکرده باشند، همین خیلی زام بیشو میکنن که این احمقا دیگه نه آیت هم میفهمند نه حدیث هم میفهمند. به همون شیخای بیشرفت برسان. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردیان از حضرت ابو هریره که حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی شعر می گفت. حضرت عمر از پیشش گذشت، پساندش. حسان ابن ثابت با عمر رضی الله عنه مراجعت کرد، گفت کنت انشده و فیه من کان خیر منکم. من در این مسجد شعر میگفتم در زمانی که شخصی از شما بزرگتر در اینجا بود، پیغمبر خدا در اینجا بود، پیغمبر مرا مه نمیکرد. بعد به حضرت ابو هریره مراجعت کرد، گفت انشدک الله اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اجیب عنی یا حسان اللهم ایده بروح القدس. گفت را به خدا سوگند ای ابو هریره، تو از پیغمبر نشنیدی که پیغمبر به من مراجعت کرد در داخل مسجد، گفت ای حسان از جانب من جوابی مشرکان را بده. مشرکان هم طعنه و ملامت میکردن پیغمبر و دعا کرد در حق من که پروردگار حسان را توسط روح القدس توسط جبرئیل امین علیه السلام کمک کن، به حسان الهام بفرست تا اینکه جواب مشرکان را بده به طریق لازمه. منبر میگوی در جامع السنن امام ترمذی از مادر ما بیبی عایشه روایت شده است که میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یضع لحسان منبرا فی المسجد. پیغمبر برای حسان ابن ثابت در مسجد نبوی منبر میگذاشت و حسان بالای منبر میبرآورد و همچنان که خطبه خونده میشه و حسان راست ایستاده شعر میخوند در وصف پیغمبر و در وصف اسلام. آخه شما موشکا چی را دیده؟ از شعر مولوی تلخت میکفه؟ زیرا مولوی شما را موشک گفت است؟ زیرا شما مولوی شما را همون بیوهای شیطان فتنگر گفت است؟ آخه شما همی هسته از خط و خفه شوه. من حیرانم به این بسعادت ها چی بگم؟ در سنن امام نسائی و در سنن امام ابو داود به اسناد حسن صحیح روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام عمره قضا در گرد خانه خدا، این مسجد نبوی بود،
اگه من برای شما مثال مسجد حرم هم میارم. وقتی که طواف میکرد با یک روایت عبدالله ابن ابی رواحه و با روایت دیگر کعب ابن مالک که هر دو صحابه های پیغمبر هستند، پیش پیغمبر قدم میزدند، پیش قدم میزد، شعر میخوان: خلوا بنی الکفار عن سبیلی، خلوا بنی الکفار عن سبیلی، اليوم نضربكم على تنزیلی، ضربا یزیل الهام عن مکیلی و یذهل الخلیل عن خلیلی. میگفت ای کافر بچه ها، سری راه پیغمبر که شعر خدا از خالی کنه که امروز با تنزیل با قرآنی که بر محمد نازل شده است چنان ضربه مرگاور بر شما میزنیم که کاسخانه سرتون از سرتون جدا میکنه و پدر از فرزندش جدا میکنه. حضرت عمر مراجعت کرد، گفت یا ابن رواحه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی حرم الله تقول الشعر. ای پسری رواحه، گفت تو پیش پیغمبر خدا در خانه خدا در حرم خدا شعر میگوی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر مراجعت کرد، گفت خلی عنه. یا عمر گفت کردارش نشا، خلی عنه فلهو اسرع فیکم من نصح نبل. شعر ای و سخن ای ابیاتی که ای میگه برای مشرکا از تیر از پیکان دیده سوزانتر ای پیکان دیده زودتر اصابت میکنه، یا را جاناشو سوخته است. اگر تیر در بدن اصابت کنه، آخه سخن شعر ای مردک در جانشو اصابت میکنه. من راستی که به تاب شدن ای ابله ها را میفهمم. وقتی که شعر مولوی را میگوی آخه جانشو میره درد میگیره. موشک که موشک میگه و میگه تو بشتر سرپنجه نرو، تلخشو نمیکفه، تلخشو میکفه. اما از خود تو گیله کنه ای به سعادتو مرد باشه، بیای مرحمت راهی ما کشاده است، من رنگ شما پنهان نمیشم، من رنگ شما تلفن من نمیکشم. نوجوان مردو غیرت داره، بیای من پاسخ سوال شما را بتم. اما باز تاکید میکنم که فردا روز قیامت از همون مردمی که این ابله همان قرد کردیان احمقش کردیان در پیش خدا حق طلب میکنم. انشاءالله دست در دامانشو میزنم، حق طلب میکنم. اگر نماز خونده باشن، روزه گرفته باشن، از این به سعادتو میزنم بگیرم انشاءالله. خوب وقتم تمام شده است.